بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم. و به یاد دارید وقتی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، به تحقیق شما به خود ستم کردید به این که گوساله را به خدایی گرفتید، پس به سوی آفریدگار خویش برگردید و پس خود را بکشید. این کار برای شما بهتر است در نزد آفریننده شما. سپس خداوند توبه شما را پذیرفت، حقا که او بسیار توبه پذیر و مهربان است.